إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ایها الاخوة والأخوات، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما را خوش آمدید میگوییم به برنامه نوی قصه پیامبران. در برنامه گذشته درباره موسی علیه السلام سخن گفته بودیم، اینکه چگونه از مصر فرار کرد بعد از آن که یک نفر را با خطا به قتل رسانید و سربازان فرعون او را جستجو میکردند و میخواستند او را بکشند. او از آنجا فرار کرد، گفت خداوندا مرا از قوم ظالمان نجات بده. از مصر به سوی شام رهسپار شد. به سوی شهر رفت که آن شهر مدین نام داشت. در راه بسیار گرسنه و تشنه شده بود. آب نمیافت که بنوشد و طعام نمیافت که بخورد. گرسنگی و تشنگی او را بیمدار کرده بود. با پای پیاده می رفت. از مصر به سوی مدین با پای پیاده آمده بود. ناگهان از دور چاه آب را دید که مردم در گردش ایستاده آب می گیرند. آنها با خود شتران و گوسفندان داشتند. از آن چاه آب می گرفتند. موسی علیه السلام شتابان به سوی آن چاه، به سوی آن آب رفت. ولما ورد ماء مدین، نزد آن آب مردم را دید که آب می گرفتند. آنجا دو زن نیز برای آب آمده بود. دو زنی جوانی که از مردم دور ایستاده بودند. گوسفندان و شتران خود را نیز از مالهای مردم دور نگاه داشته نگاه و بینی می کردند. دو جوان دختر دور ایستاده بودند. این به موسی علیه السلام یک کار عجیب بود. چی می گذرد اینجا؟ نزد آنها رفت و از آنها پرسید چی مقصد دارید شما؟ با تمام ادب و حیا گفتند لا نسقی حتى يصدر الرعاء. ما مردان یکجا نمی شویم و در میان آنها نمی ایستیم. ما آب نمی دهیم تا اینکه همه مردان از آنجا بروند. خوب، آیا شما برادر یا پدر ندارید که برای شما آب بگیرند؟ آن دو دختر در جواب گفتند و ابونا شیخ کبیر. موسی علیه السلام وقتی مشکلی و حاجت آنها را دانست دیگر با آنها سخن نگفت و برای آنها آب گرفت. سپس به سایه رفت و خدا را دعا کرد. رب إني لما أنزلت إلي من خير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. آن دو دختر این بار بر وقت برگشتند بعد آنکه که موسی علیه السلام برای آنها آب گرفت. به سوی پدرشان رفتند. مردی پیران ساله بود. هر آنچه گذشت برای او گفتند. آن پیرمرد مردی صالح مدین به دخترانش گفت آن مرد را برای من بیارید، میخواهم با او صحبت کنم. موسی علیه السلام در حال دعا کردن بود که یکی از دختران را دید که با تمام حیا راه می رود، با تمام ادب. وجاءته إحداهما تمشي على استحياء. چی میخواهی؟ قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. اینجا کشایش برای او آمد. اینجا بود که دعای او مستجاب شد. پدرم تو را میخواهد پاداشی آنچه برای ما انجام دادی بدهد. کاری را کردی که هیچ کس امروزها آن را نمی کند. ادب این است، این اخلاق و مردانگی است، این جوان مردی است. با آن دو دختر گفتگو را زیاد نکرد. با همراهی آنها رفت. دختران با شرم و حیا راه می رفتند. موسی علیه السلام پیشی آنها بود. وقتی که به نزد آن پیرمرد رسیدند، آن پیرمردی صالح به او گفت چی شده است با تو؟ موسی علیه السلام سرگذشتش را گفت. چرا از مصر برآمد؟ فرعون با آنها چی کار میکرد؟ فرعون با بنی اسرائیل چگونه معامله میکرد و چگونه کودکان را میکشت و مردم را به بردگی میگرفت؟ از دست آنها ترسیده فرار کردم. بعد از اینکه یکی را با خطا به قتل رسانیدم. آن پیرمرد به او گفت ما در جایی هستیم که فرعون و سربازانش به اینجا نمی آید. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. یکی از آن دخترها آمده به پدرش گفت ای پدر، ما دختریم،
ما کارهای مردها را کرده نمیتوانیم. چرا این مرد را اجاره کار نمیگیری؟ این مردی خیلی با قوت و امانتدار است. ای پدر، او را اجاره کار بگیر. او بهترین کسی است که اجاره کار بگیری. آن شخصی با قوت و امانتدار است. مشکلی ها آهسته آهسته از موسی علیه السلام دور می شد. آن پیرمرد نزد موسی علیه السلام آمده گفت: ای موسی، برای تو یک پیشنهاد داشتم. گفت: چی پیشنهاد؟ گفت: من دو دختر دارم، یکی از آنها را انتخاب نما و او را به زنی بگیر. از آنها یکی را انتخاب کن. گفت: مهرش چی می شود؟ من چیزی با خود ندارم. گفت: 8 سال نزد من کار کن و اگر مرا اکرام کنی 10 سال کار کن. از این دو یکی را انتخاب کن. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك. وافق موسى عليه السلام. موسی علیه السلام راضی شد و یکی از آن دخترها را به زنی گرفت و در مدین 8 سال نه 10 سال زندگی کرد. این یک سخاوت از موسی علیه السلام بود. خداوند او را اکرام کرد و او ازدواج کرد و زندگی خیش را دور از فرعون و ظلم فرعونی ها گذرانید. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. وقتی موسی علیه السلام 10 سال عمرش را در مدین گذرانید و خداوند به او زن و فرزندان و خیرهای بسیاری داد، قصد کرد تا دوم باره به وطن اصلیش برگردد، به شهری که آنجا تولد شده بود، به مصر. زن و فرزندانش را گرفت به مصر بازگشت. در راه در صحرای سینا موسی علیه السلام راه را گم کرد. یک شبی سرد بود، شبی تاریک بود. موسی علیه السلام با زن و فرزندانش می آمد که راه را گم کرد. برای خانواده اش می ترسید. شاید در این شبی سرد از خنکی سخت هلاک شوند. شاید چیزی آنها را نابود سازد. هرچی رخ دادنش ممکن بود. شبی خنک بود. موسی علیه السلام به هر طرف که می رفت باز به جای اولش بر می گشت. برای خانواده اش می ترسید. شاید خنکی بکشدشان. شاید چیزی برای آنها روی دهد. ناگهان موسی علیه السلام از دوری آتش را دید. موسی علیه السلام با او انس پیدا کرد. با دیدن آن آتش خوشحال شد. به خانواده اش گفت: شما در این مکان بمانید، از اینجا نروید. من نزد آن آتش می روم. شاید کسی را پیدا کنم که برای من راه را نشان دهد. شاید از آن آتش برای شما نیز بیارم. با آن گرم بشوید. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. موسی علیه السلام رفت. گندم رنگ بود. با عصایش تکیه کرده می رفت. پاپوشهایش را پوشیده بود. با پایش به زمین خط کشیده می رفت تا اینکه نزد آن آتش رسید. در نزد یک کوه در آن وادی آتشی را یافت. موسی علیه السلام اکنون تنها است. گندم رنگ بود. با عصایش تکیه کرده می رفت. پاپوشهایش را پوشیده بود. با پایش به زمین خط کشیده تا نزد آن آتش رسید. در آن وادی در آن شب تاریک خیلی خنک بود. نزدیک کوه با نام تور در وادی سحیق. این آتش نزدیک به درختی سبزی بود. موسی علیه السلام در تعجب افتاد. نزد آن آتش کسی نبود. آنجا تاریک بود. شبی خنک بود. آتش آنجا فروزان. موسی علیه السلام به نزدیکی آن آتش شد. با پاپوشهایش به زمین خط کشیده می رفت و در دستش عصا بود. ناگهان موسی علیه السلام آوازی را شنید که او را صدا می زد. این چی صدایی بود؟ یا موسی. به چپ و راست نگاه میکرد. کی مرا صدا میزند؟ صدای به این صداها مانند نبود. آن آوازی بود که به مانندش چیزی نبود. یا موسی، یا موسی. کی نامی مرا شناخت؟ کی بر این مکان تاریک مرا صدا میکند؟ این چی آواز است؟ عجیب است، غریب است. آوازی که موسی علیه السلام را ندا میکرد.
این هنگام موسی علیه السلام را جواب داد: إني أنا الله. الله أكبر. این خداوند ذوالجلال است. با موسی علیه السلام سخن گفت. كلم الله موسى تكليما. خداوند با موسی اولین مراتب سخن گفت. کی مرا صدا میکنه؟ إني أنا الله رب العالمين. موسی علیه السلام مباشر سخن خداوند را شنید. وكلم الله موسى. از این سبب موسی علیه السلام را کلیم الله می نامند. خداوند ذوالجلال او را ندا کرد. با او گفت: يا موسى إني أنا الله. إني أنا الله رب العالمين. موسی علیه السلام در اول ترسیده بود، اما اکنون به این آواز انس گرفت. إني أنا ربك فاخلع نعليك. موسی علیه السلام پاپوش‌هایش را برآورد. کی با او سخن می گفت؟ او خداوند ذوالجلال بود. إني أنا ربك. خداوند ذوالجلال با او سخن می گفت: گوش انداز به آنچه به تو وحی می کنم. ای موسی، من تو را اختیار کردم، به این وحی گوش انداز. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها. با او کارهای را امر کرد. سپس با او گفت: ای موسی، آن چیز در دست است. اکنون موسی علیه السلام می خواهد با پروردگارش سخن گوید. به این مکان تاریک انس گرفت. گفت: آن چیز در دست است. جواب کافی این بود که می گفت این عصا است. لیکن موسی علیه السلام سخن را دراز کرد و سخن پروردگارش انس گرفت. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. موسی علیه السلام سخن را دراز کرد. ای موسی، آن را بیانداز. عصایم را به زمین اندازم؟ آره، آن را بیانداز. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. خداوند به موسی علیه السلام گفت: این عصایت را به زمین انداز. عصا را؟ چرا آن را بیاندازم؟ وقتی آن را پرتاف، آن عصا در جنبش درآمد. الله اکبر! مثل ماری بزرگ در جنبش درآمد، گویا یک جینی بود. موسی علیه السلام از ترس فرار کرد، وقتی که به یک ماری بزرگ مبدل گشت. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. به خفا نگاه نکرد. موسی علیه السلام ترسیده گریخت. خداوند گفت: ای موسی، برگرد و نترس، تو در امان هستی. نترس ای موسی، این یکی از نشانه های من است. او را به دستت بگیر. چی را بگیرم؟ این مار کلان را بگیرم؟ موسی علیه السلام نزدیک شد، به مار نزدیک شد. وقتی دستش را بر بالای آن مار گذاشت، به عصا مبدل گشت. ای الله، این چی معجزه ای است! وقتی می پرتافت آن را، ماری بزرگ می شد. وقتی که می گرفت، عصا می شد. این معجزه یکم است ای موسی. اما دومش، دستت را در جیبت بگذار، زیر دستت، سپس آن را برار، به یک سفیدی مبدل می گردد. نور است که جلو می دهد. دوم باره آن را در جیبت کن، به حالت اوله بر می گردد. وقتی آن را می گذاشت، سفید می شد. آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. مقصد از اینها چیست؟ تو فرستاده من هستی. به سوی کی؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى. در این وادی بزرگ
نزد آن آتشی فروزان در نزدیکی کوه تور اولین بار موسی علیه السلام با پروردگار خود سخن گفت. در همان شبی تاریک و خنک نزد آن آتش بعثت موسی علیه السلام شروع شد تا به نزد فرعون برود تا دین خدا را به او برساند و او را به یکتاپرستی و عبادت خداوند دعوت کند. موسی علیه السلام به سوی فرعون رهسپار شد. قصص نور قصص قصص نور قصص. خداوند موسی علیه السلام را امر کرد تا نزد فرعون برود و او را به سوی خداوند ذوالجلال دعوت کند. موسی علیه السلام به یاد آورد که زمان پیش یکی را کشته بود و فرعون او را می جوید تا بکشدش و من چگونه خود به پیش فرعون بروم؟ وقتی مرا بکشد من چگونه خدا را دعا می کنم؟ سپس به یاد آورد که در خردسالی به زبانش چی روی داده بود. از خداوند خواست تا همراهش برادرش هارون را بفرستد همچون نبی همراهش، زیرا زبان او فصیح‌تر بود. خداوند این طلب موسی علیه السلام را پذیرفت. خداوند در این باره از حکایت موسی علیه السلام را چنین می کند: قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. گناه اول. مشکلی دومی. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني. خدایا او را وزیر من بگردان تا مرا تصدیق کند. توانایی مرا استوار کن و او را در کاری من شریک بگردان. خداوند ذوالجلال به موسی علیه السلام گفت: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. به دست آوردی آنچی را که میخواستی ای موسی؟ موسی علیه السلام به سوی مصر بازگشت و به سوی اهلش رفت. آنجا با برادرش هارون علیه السلام گفت: این که خداوند ذوالجلال تو را با همراهی من نبی برگزیده است، وزیره تا مرا کمک کنی. گفت: خداوند از ما چی طلب کرده است؟ گفت: تا که راست به سوی قصر فرعون برویم و نزد او داخل شویم و او را به سوی خداوند ذوالجلال دعوت کنیم. وقتا که موسی علیه السلام در دستش عصا و همراه برادرش هارون بود به قصر فرعون رسید. در بیرون آنها را نگهبانان باز داشتند. گفتند: چی میخواهی؟ گفت: میخواهم به نزد فرعون درآیم. گفت: تو کی هستی که به نزد فرعون میدرایی؟ گفت: به او بگو که موسی ابن عمران است. آن نگهبان به سوی فرعون رفت و نزد او درآمد. گفت: آنجا مردی است میخواهد نزد تو درآید. گفت: او کیست؟ گفت: نامش موسی است. گفت: کی؟ کدام موسی؟ گفت: موسی ابن عمران. گفت: موسی ابن عمران به پای خود نزد من آمده است و در حالی که من دیر باز او را می جستم؟ گفت: آره، در بیرون منتظر تو است. فرعون گفت: نزد من بیاریدش. موسی علیه السلام داخل شد. در دستش عصا و همراهش هارون بود. با عصایش تکیه کرده راه می رفت. نزد فرعون در آمد در قصرش. موسی علیه السلام در آمد تا رسالت خداوند را به او برساند و فرعون را به سوی خداوند دعوت کند. الله جل وعلا. وقتا موسی علیه السلام همراه هارون به قصر فرعون در آمد، جماعه را نزد فرعون دید. نزدیکان فرعون، وزیران، کارگران، دوستان فرعون نزدش جمع شده بودند. وقتا موسی علیه السلام در آمد، فرعون او را شناخت. ای موسی، چی چیز تو را به اینجا آورد؟ موسی علیه السلام فرعون را با تمام نرمی و ملایمی به سوی خداوند ذوالجلال دعوت کرده گفت: الله عز وجل بكل لين قال هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فرعون در تعجب ماند. تو ای موسی، تویی که ما تو را در این قصر، در این مکان تربیت دادیم، طفل خردسالی بودی، آمدی نزد ما، تو را یافته تربیت دادیم، طعام دادیم تا اینکه برای خودت مردی شدی و از چشم مایان مدتی 10 سال ناپدید شدی. بعد از آن که یکی را کشتی و از ترس ما فرار کردی، سپس با سوی ما با دین نو آمده ای. چی میگویی تو ای موسی؟ ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت.
به یادش آورد وقتی که یکی را با خطا کشت. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. موسی علیه السلام این کار نمیکرد که او یکی را با خطا کشته بود. اگر او را قصداً میکشتم من از ظالمان بودم. فرار کردم، سپس آمدم تا شما را به خداوند ذوالجلال آشنا کنم و شما را به سوی عبادت خدای عالمیان دعوت کنم. اکنون فرعون به مسخره موسی علیه السلام شروع میکند. در نزد آن جمع، در نزد آن مردمی که درگیرش بودند، با او گفت، سؤال از او پرسید. گفت گمان کرد موسی علیه السلام جواب داده نمیتواند. فرعون گفت وما رب العالمين. این هنگام موسی علیه السلام با تمام جرأت گفت قال رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما. موسی میخواست فرعون و کسانی که درگیردش بودند دعوتش را به سوی یکتاپرستی بشنوند. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. آنی که گمان میکند او خدا است و خود را اله میحسابد دروغگو است. من شما را به سوی عبادت کسی میخوانم که آسمان ها و زمین و آن چیزی که بین آنها است را آفرید، شما اگر یقین دارید. این هنگام فرعون در غضب شد، از جایش خیست، از کرسیش، و آنانی را که در گرد و اطرافش بودند ندا کرده به آنها گفت آیا شما گوش میدهید؟ آیا به این سفسطه هایی که موسی میگوید گوش میدهید؟ موسی علیه السلام با تمام باوری گفت قال ربكم ورب آبائكم الأولين. اگر فرعون خدا باشد پس کی پدران او را آفرید؟ کی شما را آفرید؟ کی پدران شما را آفرید؟ همان خدای ذوالجلال. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. این هنگام فرعون به سخنهای بد گفتن در آمد. قال إن رسولكم. به این مرد نگاه کنید، به آنی که به سوی شما فرستاده شده است نگاه کنید، او دیوانه است. إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. موسی علیه السلام پروایی نداشت، فرصت را غنیمت شمارید. من مجنونم ای فرعون؟ من مجنونم که شما را به سوی خدای ذوالجلال دعوت میکنم؟ قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. نگاه کن، کیست صاحب عقل؟ من یا تو یا کسانی که در اطراف تو هستند ای فرعون؟ او خدای مشرق است، او خدای مغرب است، خدای آن چیزی که بین آسمان ها و زمین است. اگر شما عاقل باشید، حالا نمیدانم که کی عاقل است و کی دیوانه. این هنگام فرعون در غضب شد، به کسانی که در اطرافش بودند گفت برای شما خدای جز خود نمی بینم. ای موسی، اگر از دعوتت باز نیستی و این سخنانت را تمام نکنی تو را به شک زندانی خواهم کرد. قال لئن لم تنته لأجعلنك من المسجونين. کجای گفتگو است ای فرعون؟ کجاست عقل تو ای فرعون؟ با موسی مجادله میکنی، مناقشه میکنی، دلیل داری، حجت داری، چرا به زندان تهدید میکنی؟ همیشه حجت ضعیفانی که هیچ دلیلی ندارند، صاحبان هوا و هوس را حجت و دلیلشان زندانی کردن است، وقتی که مردم به سخنان آنها گوش نمیدهد. و اگر ای موسی از دعوتت باز نیستی زندان منتظری توست. فرعون بیچاره و کسانی که مثل اویند. موسی علیه السلام هیچ ترس و پروایی از زندانی شدن نداشت، بلکه پروای کشته شدن و عذاب کشیدن و زندانی شدن را نداشت. قال لئن لم تنته لأجعلنك من المسجونين. و این هنگام موسی علیه السلام جواب داد. میخواست سخن را تاب داده دیگر کند. گفتند موسی علیه السلام مردی با ذکاوت و با عقل بود. او نبی بود، از پیامبران اولوالعزم بود. ای فرعون، آیا با یک چیزی آشکار به سویت نآمدم؟
پیش از آن که مرا زندانی کنی، پیش از آن که با مردم صحبت کنم و دین خدا را به آنها برسانم، پیش از آن که چیزی با من بکنی، بگذار من به تو یک آیتی آشکار بیارم. آیا من به یک چیزی آشکار نآمدم به سویت؟ گفت چیست آن چیزی آشکارت ای موسی؟ تو حتی سخن گفته نمیتوانی. چیست نزد تو ای موسی؟ این هنگام موسی علیه السلام عصایش را برداشت و مردم این را میدیدند. در قصر فرعون موسی علیه السلام عصا را پرتافت و آن به یک مار مبدل گشت. مردم از جایش خیستند، یکی میخیست یکی میگریخت، همه از عصای موسی علیه السلام ترسیده بودند. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. موسی علیه السلام پس از اینکه دستش را در جیبش گذاشته بود برداشت و آن به سفیدی به نور پرجلای تبدیل شد که همه را در حیرت گذاشت. اینجا فرعون مغلوب شد. فرعون نمیدانست چیکار بکند. میبینیم که فرعون بعد از این چیکار میکند. چی کرد؟ چی گفت؟ چاره اش چی بود؟ آیا سرخم کرد یا اینکه به موسی علیه السلام موعد گذاشت برای مبارزه؟ چی رخ داد بین موسی علیه السلام و فرعون؟ این همه را ان شاء الله در برنامه آینده خواهیم دید. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.